خوام بپرسم ازتون چه خبری این دوستانتون، یارانتون از ایران براتون دارن؟ خدمتتون عرض کنم خب اخباری که همه خب متوجه هستن، در روزنامه ها میخونن، در مطبوعات به حال ازش مطلع میشن. خب اخباری که هست، یک سری خب مطالبی هستش که در عمق خود جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و من این مقدار شاید سنگین باشه برام که جواب این سوالتون رو بدم، چون سعی کنین سبکش کنین. خب سخت هست، این مقدار سخت هستش به این علت که شاید به حال کسان دیگه که اونجا هستن شاید به این وسیله شناسایی بشن، ولی خب من همونطوری که قبلا هم در چند جا گفتم الان هم تکرار میکنم، من یک انسان هستم، یک جوان ایرانی هستم، ولی خب چون یک مقدار بیشتر شناخته شده هستم، دوستان بیشتری دارم و بالاخص قبل از اینکه ایران رو ترک بکنم سعی کردم که یک سازماندهی‌هایی بکنم دوستان خودم رو این کارا رو کردم. من خوشبین هستم که واقعا این زحماتی که اون موقع کشیدم به جای مثبتی ختم بشه. خبریه که میتونم پس فعالیت ادامه دارد. به هر حال باید ما به زور داریم حرفا رو از شما میکشیم. دیگه نمیشه دیگه، همش هم به زور نمیشه دیگه. به زور نمیشه، با زور شما مخالفی در صورت. بله 100%. بله. حالا نگفتین پس این فعالیت هایی که شما چه فعالیت میکنید؟ من فعلا که از نظر شخصی یا از نظر سیاسی منظور شخصی سیاسی؟ شخصی که خب باید به طب دنبال درس و دانشگاه و کار و گذراندن زندگی باشم. از نظر سیاسی هم خب سعی کردم که یک مقدار از مطبوعات فاصله بگیرم، چون یک مقدار متاسفانه مسائلی گذشت بر من با یک عده از مطبوعات در اینجا که زیاد خوشایند نبود برای من و بالاخص و اخباری که بعدش به گوشم رسید که چه مسائلی مطرح شده بودن که مطبوعات که واقعا صحیح کار کردن، ولی خب عده دیگه هم بودن که به فکر مسائل دیگه خودشون بودن. روی این حساب یک مقدار سعی کردم از مسائل سیاسی که در خود امریکا و حتی خارج از ایران هست فاصله بگیرم، چون اعتقادی به گروه‌های سیاسی خارج از ایران من ندارم و اعتقاد دارم که هر کاری که قرار بشه بعد از خود ایران بشه و تمام کسانی که اینجا هستن به نظر من جز حرف چیز دیگه ای ندارن که تحویل بدن. فکر می‌کنید زمان هم رسیده که الان ایرانیانی که در ایران هستن یه تکونی بخورن و یه اتفاقی بیفته با همین اتفاقاتی که افتاده در ایران؟ خب ببینید تکون که خیلی وقته که خورده در ایران. تکون نه اون تکون اصلی. خب تکون اصلی هم به حال مردم ایران مردمی هستن که یه اخلاق خاصی برای خودشون دارن، یعنی در صبر و در یه سری از این تحمل کردن ها واقعا بردبار هستن، اما یه مقدارم شاید این صبر و بردبارشون شاید بشه گفت به ترسو بودنشون هم برگرده در عده‌ایشون البته. ولی به هر حال اون چیزی که من به حال میبینم و با توجه به اون که از ایران به حال خارج شدم و اون اوجی که کشور و بالاخص مردم داشتن طی می‌کردن این بود که من احساس میکنم که مردم ایران و بالاخص جوان‌ها امروز دارن یک بازی سیاسی میکنن، بازی سیاسی که میتونم بگم واقعا در تاریخ ایران بی سابقه بوده. بازی سیاسی که امروز جوانان ایران از خود دشمنان ایران یاد گرفتن، از کسانی که برای منابع نفتی ایران، برای سرمایه‌های ایران آمدن در ایران و ایران رو چپاول کردن. جوانان ایران از همونها سیاست‌های خودشون یاد گرفتن و امروز دارن علیه خودشون همون سیاست‌ها رو به کار میبرن و این سیاست خیلی خلاصه شامل از این میشه که دقیقاً دو گروه از جبهه مخالفین و یا خود حکومت دارا اون کسانی که سردمدار هستن در اون حکومت رو روبروی هم گذاشتن با آمدن و رأی دادن به یک آخوند از خودشون و اونو در یه شرایطی قرار گذاشتن که اون مجبور شه در یه شرایطی درگیر بشه و یه بازی سیاسی خودشون بین خودشون درست بکنن. این بازی سیاسی منجر به این شده که جوانان ایران در صحنه باشن، در حالی که از گزند و آزار اینها تا یه حدی دور باشن، یعنی کشته ندن، کمتر صدمه ببینن تا اینها خودشون
به دست خودشون آنقدر خودشون رو ضعیف بکنن تا بتونن جوونا اون وقت وارد صحنه بشن. و اینم خب بدونید در حکومتی که خود سردمداران اون حکومت به کسانی که به خود اون حکومت خدمت کردن پشت میکنه و یا رو در روی هم دیگه وای میسن و یا کارشون به دوام میکشه، این حکومت دیگه پایدار نخواهد بود. حکومتی پایدار خواهد بود که در اون حکومت همه سردمداران، همه مردم، همه در یک طرف باشن. حالا یه عده قلیلی خب همواره مخالف است، ولی اکنون اصلا در ایران یک جو مختلفی هست، یک جو بسیار متفاوت، گروه‌های مختلفی در جاهای مختلف با ایده‌های مختلفی. ولی من اون چیزی که می‌بینم در پشت همه اینها خوشحالم که حس می‌کنم که جوان‌های ایرانی به یه شکلی دارن واقعا نسل گذشته خودشون رو بازی میدن و از این موضوع من واقعا خوشحال هستم. حالا آخرین حرف من اینه که شما چه پیامی دارید؟ چه آخرین حرفتون چیه؟ من فقط میتونم خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون. اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف میشد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه جامعه امروز ما میخوایم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان. و در اون روزهایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میچرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بالاخص شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سختی بود مخصوصا در اون موقع. ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودش رو میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسائلی که واقعا بود نباید اونا رو نادیده گرفت. نباید انقلاب میشد، بعد اصلاحات میشد. و من واقعا اینو من دوست دارم که به هموطنانم بگم، یه مقدار بیشتر هوشیار باشن، یک مقدار بیشتر فکر بکنن، یک مقدار با هم بیشتر مشورت بکنن از یک سری مسائلی که مربوط میشه به انسان‌های بی فرهنگ، مربوط میشه به انسان‌هایی که درک ندارن، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه درک فرهنگی، فرق اصلا درک ندارن، وارد اونها نشن. واقعا زشته که من وقتی صحنه‌هایی می‌بینم حتی در همین شهر لس آنجلس که اتفاقاتی میفته، صحبتایی که من وقتی میشنوم که چه مسائلی داره اینجا مطرح میشه، چقدر مسائل پیش پا افتاده، ساده. ببخشید فکر نمی‌کنید که همین مأمورین جمهوری اسلامی هستن که این حرفا رو میزن تو جامعه ایرانی بخوان تفرقه بندازن بین خب خدمتتون عرض بکنم، جامعه ایرانی یه جامعه که درش پچ کردن خیلی معمولی هست. اینه که شما به این واقف هستین که چقدر مأمور در اینجا وجود داره؟ بله، 100% تعداد زیادی مأمور وجود داره و تنها کاری هم که اونا از دستشون برمیاد همین شایعه پراکنیه، چون اونا قدرت‌های تروریستی و کار دیگه ندارن در اینجا. ولی به هر حال هر چقدر هم اونها باشن، اگه مردم خب هموطنان ما با فکر باشن، در صحنه باشن، یک مقدار دل بسوزونن، هیچ وقت اونها اصلا به نظر من عددی حساب نخواهند. خیلی زیادن، خیلی جمهوری اسلامی مخصوصا الان داره پول خرج میکنه واقعا، حالا با اینکه حالا خودشو داره وارد مطبوعات میکنه که به شکلی بتونه مطبوعاتی که در اینجا هستن و یعنی پیام‌های مبارزاتی از بین ببره. و من امیدوارم که مردم بالاخص مردمی که اینجا هستن، بالاخص اونایی که در کارهای سیاسی هستن و بالاخص اونهایی که برای کشورشون قلبشون میتپه، نذارن که اون مطبوعات پا بگیرن. راهش هم اینه که به اون مطبوعات توجه نکنن،
یعنی اینکه چه مطبوعات چه رسانه ها هست. بله 100%. همه اینها چون به نظر من قبل از اینکه ما احتیاج به جنگ و دعوا و یا راههای خیلی سخت و دشوار بخوایم مثلا اون راه ها رو بریم، خیلی راحت‌تر میتونیم با عدم اعتنا به اونها، با اعتنا نکردن به اونها خیلی راحت مسائل رو حل بکنیم. به هر حال جمهوری اسلامی با پول‌های مجانی و مفتی که داره از اون مملکت داره این پول‌ها رو به یک شکلی به باد هوا میده، ولی به هر حال مردم ما با بی‌اعتنایی میتونن به یک شکلی جلوش رو بگیرن. بله. متشکرم. با خواهش می‌کنم. تشکر زنده و باشین. امید دیدار در